سلام دوستان، نیلی هستم. به کانال اسرارآمیز خوش اومدید. چه سلاح‌هایی در جنگ روسیه و اوکراین استفاده شده است؟ حمله سراسری روسیه با اوکراین و سرعت بزرگترین درگیری نظامی اروپا از زمان جنگ جهانی دوم به این سو تبدیل شده است. ارتش روسیه با استفاده از مجموعه‌ای از فناوری‌های تسلیحات مناطق وسیعی را در اوکراین و حملات هوایی در هم کوبیده و بمباران‌های موشکی و توپخانه‌های وسیعی را انجام داده که تلفات زیادی را نیز در پی داشته. در نقطه آغازین جنگ ارتش روسیه به لحاظ قدرت، آتش و شمار نیروهایی از اوکراین سرتر بود. با این حال از زمانی که غرب به طور جدی شروع به ارائه تسلیحات جدید به اوکراینی‌ها کرده است، وضعیت اندکی متفاوت شده. هرچند تنها زمانی مشخص خواهد کرد که این کمک‌های تسلیحاتی چه تفاوتی ایجاد خواهد کرد. در این ویدیو نگاهی می‌اندازیم به برخی از مهمترین سلاح‌هایی که تاکنون در این درگیری‌ها به کار رفته است. لطفاً تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید و فراموش نکنید که ویدیو رو لایک کنید و کانال ما را سابسکرایب کنید. موشک‌های کروز دوربرد کالبیر. ارتش روسیه از موشک‌های کروز کالبیر برای هدف قرار دادن تأسیسات در اوکراین استفاده کرده است. این موشک‌ها می‌توانند در حملات ضد کشتی و ضد دریایی، زمین به زمین و هوا به زمین به کار ببرند. کالبیر با سرجنگی 450 کیلوگرمی یک سلاح دقیق و صافی، اما تأسیسات نظامی اوکراین به ساختمان‌های دولتی که ظاهراً توسط این موشک‌ها در درون شهرکی فخار کیف هدف قرار گرفته است نزدیک به مناطق مسکونی واقع شدند که این امر منجر به تلفات غیر نظامی شده است. موشک بالستیک اسکندر. ارتش روسیه برای هدف قرار دادن اهداف کلیدی از موشک‌های اسکندر نیز استفاده کرده که بردی تا 500 کیلومتر دارند و کلاهک بسیار قوی‌تر تا 700 کیلوگرم را حمل می‌کند. شماری از این موشک‌های کوتاه‌برد که می‌توانند ساختمان‌های بزرگ و برخی از تأسیسات مستحکم را نابود کنند، از خاک کشور متحد روسیه یعنی بلاروس شلیک شد. راکت و توپخانه. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ارتش روسیه را به گلوله باران بیوقفه ساختمان‌های مسکونی، مدارس و بیمارستان‌ها در سراسر کشور متهم کرده است. تصاویر تهیه شده توسط خبرگزاری‌ها شمار قابل توجهی از راکت‌های روسی را نشان می‌دهد که به ساختمان‌های مسکونی برخورد کردند. این راکت‌ها عمدتاً توسط راکت‌اندازهای چنگانه اسپیریت و ارگان پرتاب می‌شوند که با هدف از بین بردن تمرکز نیروها با تجهیزات نظامی طرف مقابل توسط اتحاد جماهیر شوروی طراحی شده است. استفاده از این راکت‌ها علیه مناطق پرجمعیت تلفات سنگین و خسارت عمده و زیرساخت‌های غیر نظامی را در پی دارد. ارتش روسیه همچنین دارای طیف گسترده‌ای از واحدهای توپخانه قدرتمند متعلق به عصر شوروی است که به طرز عجیبی به نام آنها نامگذاری شدند، مانند توپ خودکششی سطح 3 میلیمتری و توپ خودکششی 105 میلی لیتری. این توپ‌ها می توانند ویرانی وسیعی را ایجاد کنند. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش کرده است که آسیب‌های گسترده به زیرساخت‌های غیر نظامی و مناطق مسکونی کی‌یف و پارکیف و بسیاری از شهرها و شهرک‌های دیگر در سراسر اوکراین وارد شده است. میشل باشلن مسئول حقوق بشر سازمان ملل هفته گذشته در سخنانی در شورای حقوق بشر گفته بیشتر تلفات غیر نظامیان ناشی از استفاده از توپخانه سنگین، سامانه‌های موشکی چند پرتابی و حملات هوایی در مناطق پرجمعیت بودند. بمب‌های خوشه‌ای.
مقامات اوکراینی روسیه را با استفاده از مهمات خوشه‌ای متهم کردند. امریکای کرملین آن را رد کرده است. چنین سلاح‌هایی برای هدف قرار دادن سربازان و تجهیزات دشمن در یک منطقه وسیع‌تر شده است و استفاده از آنها در مناطق پرجمعیت به طور اجتناب ناپذیر منجر به تلفات گسترده در بین غیرنظامیان شده است. سیلندر بمب‌های خوشه‌ای در هوا باز می‌شود و مهمات فرعی شامل صدها بمب کوچک را آزاد می‌کند. این بمب‌ها در یک منطقه بزرگ پراکنده شده و به طور همزمان چندین هدف را مورد اصابت قرار می‌دهند. فراتر از ضربه عملیات بمب‌ها، قابلیت بالای انفجار مین در زمین می‌ماند و تبدیل به تهدیدی بلند مدت برای کشتن و ناقص کردن افراد حتی با گذشت زمان طولانی پس از جنگ می‌شود. موشک‌های ترموبالین. این موشک‌ها را اصطلاحاً ترسناک‌ترین سلاح زرادخانه روسیه می‌دانند. کلاهک‌های ترموبالین از مهمات معمولاً پر می‌شود و در واقع درون آنها تسهیلات شیمیایی فشرده با قابلیت انفجاری بالا کار گذاشته می‌شود. این مواد آتش‌زا در لحظه اصابت در هوا پخش می‌شود و با ترکیب با اکسیژن هوا غباری انفجاری را ایجاد می‌کند. در این مرحله جرقه دوم زده میشه و در عمل موجب انفجار با خلأ ترکیب و انفجاری با دمای بالا به وجود می آید. به این سلاح کشنده بمب خلا نیز گفته میشه، چرا که به هنگام عمل کردن اکسیژن هوای اطراف را میمکد تا انفجار بزرگی ایجاد کند. موج انفجار ناشی از آن است که مافوق صوت میتواند بسیار ویرانگر باشد. ترموبالین میتواند چندین بلوک ساختمان شهری را در جا با یک شلیک آواری در حال سوختن تبدیل کند. پنتاگون گفته که پرتابگر متحرک روسی برای شلیک موشک‌های ترموبالین در داخل اوکراین مشاهده کرده است، اما نمیتوان استفاده از آنها را تایید کرد. چه چیزهایی در زرادخانه اوکراین وجود دارد؟ ارتش اوکراین به همان مجموعه از موشک‌اندازهای توپخانه‌های ساخت شوروی متکی است که ارتش روسیه نیز آنها را در اختیار دارد. اوکراین تسلیحات دقیق دوربرد و پیچیده‌ای نظیر موشک‌های بالستیک اسکندر روسیه و یا موشک‌های کروز را در اختیار ندارد، اما شماری موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد توشکا متعلق به عصر شوروی را در زرادخانه خود می‌دهد. این موشک‌ها هرچند کلاهک‌های جنگی قدرتمندی دارند، با این حال در مقایسه با جدیدترین تسلیحات روسیه از دقت پایین‌تری برخوردارند. اوکراین علاوه بر زرادخانه قدیمی ساخت شوروی، محموله بزرگی از تسلیحات غربی مانند موشک‌های ضد تانک جاولین ساخت ایالات متحده و موشک‌های ضد هوایی استینگر را دریافت کردند. این دو سلاح به دلیل قابلیت فوق‌العاده ایشان می‌تواند در نتیجه جنگ سرنوشت ساز شود و مقامات اوکراینی می‌گویند ارتش این کشور از آنها برای وارد کردن و تلفات سنگین به نیروهای متجاوز روسی استفاده کرده است. جاولین موشک‌های هدایت شونده ضد تانک محصول ایالات متحده است. از طبقه موشک‌هایی محسوب میشه که اصالتاً شلیک کن و فراموش کن نامگذاری شده است، به این معنا که پس از شلیک خود تا لحظه انفجار روی هدف قفل می‌کند و نیاز به دخالت فرد شلیک کننده ندارد. ارتش اوکراین همچنین در هوا از پهپادهای رزمی بایرکتار ساخت ترکیه استفاده می‌کند. این پهپادها قبل از شروع جنگ توسط ارتش اوکراین خریداری شده بود و شماری از فیلم‌هایی که به تازگی از صحنه‌های نبرد منتشر شده آنها را در حال حمله به کاروان‌های روسیه نشان می‌دهند. به نظر شما چه سلاح‌های مهم دیگری در جنگ روسیه و اوکراین استفاده شده است؟